به نظر طراحی پلان چقدر تو کاربرد فضا تاثیر داره؟ یه کلینیک ارتوپدی دارم طراحی میکنم. گفتم شاید بد نباشه بهتون نشون بدم فضای موجودش به چه شکله و من پلنشو چجوری طراحی کردم. خب یه توضیح مختصر راجع به وضع موجود بدم. از اینجا وارد میشیم، فضای معاشی میتونه اینجا قرار بگیره، اینجا فضای انتظار، آشپزخونه، از اینجا وارد سرویس میشیم، اتاق دکتر، یه اتاق دیگه و اتاق پانسمان. حالا بریم سراغ نقاط ضعفش. وقتی منشی اینجا قرار میگیره مریض باید بیاد از اینجا و بتونه با منشی ارتباط برقرار کنه که خیلی چیز جالبی نیست. جای آشپزخونه خیلی بد در نظر گرفته شده، منشی باید از اینجا رد بشه، اینم چیز زیاد جالبی نیست. و اتاق دکتر که خیلی ارزش کمه و نمیتونه یه تخت بهش اینجا اختصاص بدیم که بتونن مریضا رو معاینه کنن و باید بیان اینجا و از اینجا مریضا رو معاینه کنن که خیلی براشون سخت میشه. و اتاق دکتر باید حتما به اتاق پانسمان دسترسی داشته باشه، پس باید دو تا اتاق رو رد کنه برسه به اتاق پانسمان و اینم اصلا چیز جالبی نیست. حالا ببینیم ما چیکار کردیم. خب پلنی که من طراحی کردم و میخوام براتون توضیح بدم، اینم پلن قبلی گذاشتم کنار هم که کاملا متوجه بشید. برای اینکه بتونم اتاق دکتر رو خیلی بزرگتر در بیارم اومدم فضای راهرویی اینجا رو به اتاق دکتر اختصاص دادم، این فضا رو راه رو در نظر گرفتم و درب سرویس بهداشتی آوردم اینجا و این قسمت شد 2 تا سرویس بهداشتی و این سرویس بهداشتی که اینجا داشتیم و به آشپزخونه تبدیل کردم همینطوری که اینجا میبینید و برای اتاق دکتر سرویس بهداشتی رو توی این قسمت دیدم به این صورت. حالا یه توضیح مختصر بدم که متوجه شید چی به چیه. از در وارد میشیم، اینجا فضای منشیه، آشپزخونه، اینجا فضای انتظار، سرویس بهداشتی مریضا، آبیا همه کمد هستن. وارد اتاق دکتر میشیم، یه تخت برای معاینه توی این قسمت، کافی بار، کتابخونه، یه فضای استراحت اینجا دارن، یه کمدم توی این قسمت دارن. وارد اتاق پانسمان میشیم. برای اینکه بتونم کمد بهشون بدم فضای اتاق بزرگتر کنم این دیوارا رو یه مقدار کشیدم عقب‌تر و یه سرویس بهداشتی هم توی اتاق پانسمان